که من گناه کرده بودم. یک روز حضرت عمر خبر به پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم رسید، با آواز بلند زمزمه بکنین صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله عمر گریه داره، یا رسول الله عمر خیلی گریه کرده، از صبح گریه میکنه تا این دم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم چون دوست داره گلهای نازنین خود را، چون دوست داره عمری که سر تا پا ایمان بود از جای خود بلند می شود که برود سراغ عمر چرا گریه می کند، می آید به سراغ حضرت عمر میگوید عمر جان چرا گریه می کنی؟ تمام روز خبر شدم گریه کردی. یا رسول الله مرا امروز یک چیز آزار داد، مرا امروز یک چیز قلب مرا ناآرام کرده است، اشک من آرام نمی شود، دست و پای من بلرزه است. عمر جان چرا گریه می کنی؟ چی چیز تو را ناآرام کرده؟ حضرت عمر میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا این نارام کرده که اگر در روز قیامت حضرت حق سبحانه مرا این ناآرام کرده اگر حضرت حق سبحانه و تعالی در روز قیامت مرا پیش خود استاد بکند، به من بگوید ای عمر مگر به تو عقل نداده بودم؟ مگر من تو را خلق نکرده بودم؟ مگر نعمت ها از من نبود؟ مگر جان را من برای تو نداده بودم؟ مگر پدر و مادر را من نداده بودم؟ مگر فرزندان را به تو من نداده بودم؟ اون قوت و انرژی را به تو من نداده بودم؟ ای عمر با این عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی مرا کردی؟ چگونه از من حیا نکردی و شرم نکردی، گناه کردی؟ حضرت عمر سوز قبل از اسلام خود را میخورد، گناهایی که قبل از اسلام انجام داده عمر را دیگرگون کرده، در حالی که عمر میداند هر که مسلمان شود کل گناهان او را خدا میبخشد. وقتی این سخن از زبان عمر کنده می شود رسول خدا هم به گریه می شود. بعد نگاه می کند به حضرت عمر میگوید عمر جان تو نگران نباش، خدا با هر که آشتی بکند در روز قیامت او را بی‌آبرو نمی کند. بیاییم که با خدای خدا آشتی کنیم امروز، بیاییم که با پروردگار خود صلح کنیم امروز، بیاییم که توبه کنیم به الله، بگوییم خدایا همون قسمی که در دنیا رسول خدا گناهان ما را ندید، یا الله در روز قیامت ما را به پیش محبوب ما رسول الله بی‌آبرو مگردان، به پیش انبیا بی‌آبرو مگردان. الله اکبر. حضرت عمر میگوید من از این شرم دارم که در روز قیامت الله پرسان کنه عمر با اون عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی الله را کردی؟ بیاییم سروران من که ما توبه بکنیم. توبه الله جل مجدو فرمود التائبون، توبه کنندگان. چقدر ما را دوست داره، چقدر به ما عشق می‌ورزه، چقدر ابراز محبت میکنه. در آیه 222 سوره بقره چی میفرماید الله؟ ای جوانی که تا این دم توبه نکرده بودی دستت به گناه آلوده بود. ای خواهر، ای مادری که تا این دم از خدا بریده بودی، به خدا پشت کرده بودی، این آیه را گوش کن، این آیه را گوش کن و محبت پروردگار را نسبت به خودت ببین. ایره به شرابی هم اعلان میکنه، به زناکار هم اعلان میکنه، به دزدم اعلان میکنه، به قوطای طریق هم اعلان میکنه، به خائن هم اعلان میکنه، به سودخور هم اعلان میکنه، به شرابی و قاتل هم اعلان میکنه. حضرت حق سبحانه و تعالی ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. ان الله يحب التوابین، یقینا بدون شک الله توبه کنندگان را محبوب خود می‌دارد و می‌گرداند. بگوین الله اکبر.